بازی ازبکستان قطر رفتیم بازی استادیوم رسیدیم لوسایی هم استادیومی که فینالی جام جهان رو مسی دادن همونجا سرسومش داد مسی دادن آکوکو مو بابوی مرا کنیم مردم ازبکستان و شما بلیط های ارزان لازم است و نمیدونید از کجا خریداری کنید؟ با واتساپ اویاکاس شهنوزا زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باورناک است. اکای سعدی کدام طرف و سفرون بخیر؟ بازی ازبکستان قطر رفتیم بازی ایران تماشا کردیم مخلصی کردیم ایران 2-1 زد خلاصی وقت کمون دیگه 1 ساعت وقت داریم باید بریم بازی ازبکستان رو دوستان عزیز اینک ما در مترو سوار شدیم راه به سوی ورزشگاه آلپای در بازی قطر با ازبکستان انشاءالله برای کامل داریم برادران ازبکستان که خبر ما دست انشاءالله مالچی می‌کنیم برای برادران ازبک زبان آکوکو مو بابوی مرا کنیم مردم ازبکستان آماده هستیم سلام علیکم اینک ما در نزدیکی استادیوم رسیدیم لوسایی هم استادیومی که فینالی جام جهان رو مسی دادن همونجا سرسومش داد مسی دادن اینجا اتوبوس میشینی 20 minut دیگه تو استادیوم که همو وای بازی قطر و ازبکستان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته لوسایل استادیوم لوسایل ها دوستان عزیز این با اتوبوس داشتیم یعنی پیش استادیومی چی گذاشتیم لوسایی گذاشتیم ما استادیوم اول رفتیم بله این همون لوسایی همون ورزشگاهی که در جام جهانی 2022 به هیچ کوپاک جهانی دادن که در مسی همون اینا ما گفتن همون دوستان همون فینال جام آسیا هم در همین استادیوم میشه تایاری هستن روزی دهم همین ان شاء الله فینال همینجا میشه